در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 22 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است 7 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 9:30 هنگام قرار داشتن در منزل موقتیش در شهر خوجند از آنجا یک عدد نوتبوک تمغه لنووا که به همخانه‌اش جوان 20 ساله ساکن شهر پنجکین تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 31 ساله ساکن ناحیه رودکی مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2024 مردان 50 و 47 ساله ساکن شهر دوشنبه و ناحیه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او 32,000 سومانی گرفته وعده دادند که او را با همراه مادرش برای زیارت حج عمره روان میکنند، اما وعدهشان را تا حال اجرا نکردند. همچنین از جانب کارمندان میلیسیا هنگام تفتیش پرونده جنایتی معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است ماه اکتبر سال 2021 با روی فریب به باوری زن 40 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد اتومبیل تمغه تویوتا کامری را که ارزشش 135,000 سومانی می باشد گرفته وعده داده است که در مدت 2 ماه مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما نام برده تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.